اما مردکی که برای سطرکنی و حجاب تاجیکستان گپ میزنه اوخی نام تا نمیدونم امی آواز تا میشنم کم کم نام تا بدونم که این منه خودت ده مراجعت کنم چکار داری به وطن ما چی کار داری به حجابی زنکای وطن ما چی فکر میکنی که حجاب پوشی و سطرکنی مسلمانی فقط مسلمانی در حجاب پوشیدن در سطر کردن این اما آدمای 60 گذشتگی این هم زنکایش همون فرقش نیست که جای ما به سطره چشمی بدی شما سطر نداره سطر که باشه باید زبانی آدم سطر باشه گفتاری آدم سطر باشه چشمی بدی شما به وطن ما دختشیدگیه چکار داری تو به وطن و به تنج آرامی ما به وطن تنج آرامی ما علاو پیش میکنین همین آدمای یخیل به عقلی نمیفهم